به نام خدا. سلام، خسته نباشید، وقتتون بخیر باشه. امروز 6 می 2025 بریم یه بررسی کلی روی بیت کوین. خب توی تایم هفتگی میبینیم که آقا کندل هفتگی قبلی با شادو برگشته پایین و الان بالای حمایت داینامیک 90700 الی 91500 اینجا یه حمایت خیلی مهم و قوی داریم و کندل هفتگی الان بیسه و کوچولو زیر روی حمایت داینامیک هستش. خب تایم هفتگی دیتای خاصی نمیده، میریم تایم روزانه. خب تایم روزانه اینجا دیدیم که کندل تا منطقه 74508 اومد پایین و از اینجا بلند شد و تا منطقه 97895 بالا رفت. خب دیگه تحلیلاش هست که این موج رو با هم گرفتیم که میشه حدوداً 29% که با اهرم 10 میشه 290، با اهرم 5 میشه 145. خب تا منطقه 97895 اومد بالا و بعدش برگشته پایین برای اصلاح قیمتی و پول بک. این حمایت زیرش میشه 90700 الی 91500 و میشه میدلاین کانال. تا وقتی بالای میدلاین باشه خطر ریزش به اون صورت تهدیدش نمیکنه. اگه این حمایت استاتیک فوق العاده مهم روی پایین شکسته بشه، خب اون موقع دیگه میگیم بیت کوین رفته برای ریزش اساسی. تا وقتی بالای این حمایت باشه خب خطر ریزش به اون صورت تهدیدش نمیکنه. بریم تایم 4 ساعته. نه اجازه بدید تایم روزانه رو من ایچیموکوش هم چک بکنم چون خیلی مهمه. خب توی تایم روزانه نکنید تو همین تایم روزانه چند بار حرکات رفت و برگشتی انجام داده. یه بار، دو بار، میشه گفت 2 بار و نصفی. کندل تا منطقه 97895 بالا رفته و بعدش برگشته پایین برای اصلاح قیمتی و تا منطقه 93287 پایین اومده و مجدد برگشته بالا برای اصلاح قیمتی و پول بک. اینا که میگم این سناریو از نظر ایچیموکو هستش، درسته؟ الان زیر تنکنسن هستش. تنکنسن میشه 95500 95200 95500. خب اینجا این مقاومت رو به بالا شکسته بشه میگیم خب خیالمون راحت شد، اصلاح قیمتی تموم شده، صعود کرده بالا و تایید هم داده. این تاییدیه گرفتن خب خیلی مهمه. اما الان تا اینجا کندل بیسه، ممکنه این کندل زورش نرسه تنکنسن رو به بالا بشکونه و کندل روزانه بعدی قرمز و نزولی باشه، چون تایم خوابو در پیش داریم دیگه. اگر کندل روزانه بعدی دیدی قرمز و نزولیه، خب بدون که آقا نتونسته، زورش نرسیده تنکنسن رو بشکونه، داره ریجکت میکنه پایین. کف قیمتیش میشه چند؟ کف قیمتی میشه 93377. هر وقت این منطقه روی پایین شکسته بشه خب بله میتونی مجدد پوزیشن شورت باز بکنی و اگر ریزشی بشه تا 88000 و بعدش 86000 میاد پایین. اینجا اگر زورش برسه تنکنسن رو روی بالا بشکونه، بالای تنکنسن که میشه 95200 تثبیت بده، اون موقع با خیال راحت میگیم که صعودی شده و تایید هم داده. ولی الان زیر تنکنسن هستش و تا این لحظه از نظر چارت یعنی که این برگشته بالا پول بک زده. اگر رو به بالا بشکونه خب اون موقع دیگه پول بک نیست، میگیم صعودی شده تایید داده. اگر کندل بعدی روزانه قرمز و نزولی باشه و کف قیمتی 93377 رو به پایین شکسته بشه، اون موقع میتونی مجدد پوزیشن شورت باز کنی، چون اون موقع دیگه میگیم آقا
داره میره برای ریزش اساسی که ایستگاه اولش میشه 88,000، ایستگاه دوم 86,000. منطقه فوق العاده حساسه و مارکت میکر داره توی تایم پایین با بالا پایین کردن تریدرها رو گمراه میکنه که خورد خورد پولاشون رو از دست بدن. بهترین تصمیم اینه که وقتی کندل بیسه ما پوزیشن نزنیم. والا قسم خوردن نداره، اصلا نباید هر روز، هر دقیقه، هر لحظه بخوایم پوزیشن باز بکنیم که نه. اگر همچین تفکری دارید اشتباهه، چون وقتی که کندل بیس باشه نباید ما پوزیشن باز کنیم. خب بریم تایم 4 ساعته. توی تایم 3 ساعته یا همون 4 ساعته میبینیم که آقا یه مقاومت داینامیک بالا سرش بوده، شکونده و الان داره بازی میکنه. اگر بخوایم این رو اینجوری بگیریم، اینجا میشه حمایت استاتیک 93,000، 93,200 و تا این منطقه اومده پایین و بعد ریجکت کرده بالا و مقاومت داینامیک 94,500 رو به بالا شکونده. اگر بخواد از این منطقه ریجکت بکنه بالا، از نظر فیبوناچی ایکسگاهش میشه محدوده 95,500 که همون مقاومت قوی که توی تایم روزانه هم میشه تنکنسن. اینجا میشه نیمه فیبو. اگر بتونه این منطقه و منطقه 0618 فیبوناچی رو به بالا بشکونه، خب موقع واقعا خیالمون راحت میشه. اما الان هنوز یکم استرس ریزش مونده. ممکنه بله نزولی باشه، بله احتمالش هست که نزولی بشه تا 88,000، بعدش 86,000 احتمالش هست. توی تایم 1 ساعته هم میبینیم که کندل تا منطقه دقیقش رو بخوام بگم 95,157 رفته بالا، رسیده به این مقاومت 95,200. تا این لحظه زورش نرسیده مقاومت رو به بالا بشکونه، بلکه اصلاح قیمتی کرده و داره پول بک میزنه، یعنی برگشته پایین برای پول بک. اینجا منتظر میمونیم. اگر از این منطقه ریجکت بکنه بالا، خب میتونیم پوزیشن لانگ باز بکنیم تا مقاومت بعدی. اگر هم نه ببینیم که از این منطقه ریجکت میکنه پایین و این حمایت داینامیک 94,500 رو به پایین شکسته بشه، زیرش تثبیت بده، بعدش میشه 93,800 و بعدش میشه 93,200. حمایت های سر راهش 93,800 و بعد 93,200. خب خسته نباشید، تایم فیلم داره زیاد میشه. خدا نگهدار.